زندگی خودتون رو با اینکه یه 2 تا پاراگراف توی اینستاگرام تلگرام برای یکی بنویسید، بعد اون یه راه حلی بهتون بده یا یه تشخیصی بده و بعد شما رو اون تشخیص بری برچسبی به همسرت بزنی، به خودت بزنی، به بچت بزنی، اینجوری خراب نکنید. چنین کسایی که این کارها رو دارن انجام میدن واقعا صلاحیت لازم برای روان درمانی و کار در حوزه روانشناسی رو ندارن و شما هم به دنبال این افراد نباشید. ببینید مثل اینه که شما برای دکتری بنویسی که ببین من سرم درد میکنه، از پریروز سرم درد میکنه. خب این 1000 تا دلیل ممکنه داشته باشه و اون پزشک کلی سوال باید بپرسه، شاید لازم باشه آزمایش بنویسه، ارزیابی بکنه، معاینه بکنه تا تازه به این نتیجه برسه که شما چه مشکلی داری. در مشکلات روان و ارتباطی هم دقیقاً همینه. با 2 تا پاراگراف واقعا نمیشه کمک کسی کرد و بیشتر اتفاقا میشه جوابایی داد که به خودت یا رابطت آسیب بزنه. مرسی.